سلام ملتی خوب اینترنت. من آمدم که ذهنت رو بهتر کنم. من آمدم که باهاتون دست بدم، بلکه با مغزتون. آیا تا حالا تصور کردی یک کانال باشه که فکت بده، خنده بیاره، خوابت رو به چالش بکشه و از اون بر یه هویی بره توی فضا که اصلا نمیدونستی همچین چیزی توی کهکشان وجود داره؟ خب دیگه لازم نیست فکر کنی، چون این کانال آمده. چاشنی، یه کانال که نه فقط دنیای تو رو چاشنی میزنه، بلکه از این بر فضا و زمان رو مزه‌دار میکنه. حالا چه میگیم اینجا؟ یه فکتای عجیب که عمرن توی مدرسه بهت نگفتن، یه داستانای واقعی که مغزت رو داغ میکنه، یه خوابایی که آدما رو تا مرز یه دیوونگی برده و یه سری اطلاعات که اگه مامانت بفهمه داری میبینی سفونتو میکشه پایین. یه فکت دارک از فضا که تا حالا نشنیدی. میدونستی توی کهکشان پگاسوس یه سیاره هست به نام WASP خط T12 بی که اونقدر تاریکه 94% نور رو جذب میکنه. یعنی اگه بری اونجا نه خودتو میبینی، نه سایه تو، نه حتی اشتباهات گذشته تو. جدی میگم این سیاره انگار افسردگی گرفته و رفترین چیز توش فقط افکار منفی مردم زمینه. حالا چرا اسم کانال شده چاشنی؟ چون ما نمک داریم، فلفل داریم، یه مشت خزبلات واقعی داریم و یه دست داستان عجیب که داغ میکنه دلتو. اینجا نه خشکه خشکیم، نه شل شل. چاشنیم برادر من، چاشنیم خواهر من. حالا که داری با دهن باز نگاه میکنی و تو دلت میگی یعنی چی؟ واقعا این چیزا واقعیه؟ باید بگم آره عزیز دل، و واقعی تر از اون پوفیلا که نسلش حواست. این کانال برای کیه؟ واسه اونایی که از فکتای خسته کننده درسی حالشون به هم میخوره، واسه اونایی که میخوان بخوندن ولی یه چیزی هم یاد بگیرن، واسه اونایی که دنبال یه فسان، خواب، ترس و یه خورده نابود ذهنی میخوان. حالا وقتشه که با تمام وجودت سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی که وقتی ویدیو جدید اومد مغزت خامم نمونه. بزن اون زنگه خطر رو، چون تو چاشنی. هر ویدیو ممکنه آخریش باشه که مغزت سالم میمونه. یادت باشه ما دی چاشنی، نه غذا نه دسر. ما دی چاشنی ذهنتیم و فقط یه قطره ازمون کافیه تا خوابای شب دیگه قدیمی ها نباشه. پس سابسکرایب کن، بشین عقب و بذار داستانا، فکتا و چاشنیای ما یه کاری با ذهنت بکنن که هیچ معلمی نکرد.